سلام بچه ها، چطورین؟ بچه ها امروز دوباره یک شنبه است. ما همش یک شنبه ها ویدیو میذاریم. یک شنبه است و تصمیم گرفتیم با وحید ببریمتون تو یه شهر بازی کوچولو تو یکی از این محله های شرق بودیم دیگه، درسته؟ شرق غربی بعد بچه این شهر بازی ها هر سال تو فصل‌های مختلف مخصوصا تابستون و پاییز اینا هر محلی واسه خودش تو پارک‌های خودشون یه شهر بازی کوچولو درست میکنن که قیمتش هم خوبه، اونجا یه سری وسیله‌ها توشه، بازی داره، تیراندازی و این چیزا میتونن برن هر کی لذتشو ببره. الان ما هم داریم میریم توی یکی از این محله‌ای که تو شپردبوشه تو پارک اونجا اینو برگزار کردن. امروز هم آخرین روزشه ولی خب جاهای دیگه هم هستش که از سپتامبر شروع میشه، از سپتامبر شروع میشه. امروز میریم اونجا و بعد تو میتونیم براتون ویدیو بگیریم، شما هم شریک باشید دیگه تو لذت بردنمون. بریم ببینیم. سارا خانوم. سلام بیبی من. تو میتونی ماشین رو نشون نده، اوضاع خرابه. خب بچه ها من گوشی وحید رو برداشتم رفتم باش کافی گرفتم، هم کافی که دوست داره. بفرما. آقا وحید موزیک داری؟ آهنگ هندی گوش میدی؟ بله. چه خبره؟ چی شده؟ بیا الان میرم واسه بنبری بیا. نفری 2 پوند که میشه نزدیک 150,000 تومان نفری، اونو دادیم. بعدی نبود خدایی 2 پوند. حالا هم بهمون نمیدن ما 2 پوند اونجا گرفتش ازمون. آره اون پشت سرمونه. نمیدونم تیراندازی داره یا نه، میخوام حرف بزنم یکم. آره وحید به خاطر چیزش بیشتر گفت بریم که تیراندازی دوست داره. من خودم خیلی تفنگ‌باز قهاریم گفتیم. بله ولی نمیدونیم داره نه. حالا میریم میچرخیم براتون ویدیو میگیریم ببینیم دیگه چی داره. بریم بچم. رفیقمون که داره ورزش میکنه، اشغال داره میکنه حالا خودش، مادرش هم داره تشویقش میکنه، تو تشویقش هم نفهمون تکون میکنه قربونت. خب یه بازی دیگه پیدا کردیم. اینا همشون درگیرسن، انقدر سختش میکنن که نتونی چیزی ببری. سارا خانم چقدر پیگیره. اینو نشون بده، اینی که اینجا هست خدا ازت بگذره. ولی بسیاری چند وقت پیش ما تو همین حالت شهربازی اومدیم به جای محله دیگه. وحید گفت بریم اوکی سوار شو. من کلا ارتفاع و چیزایی که رو هوا باشم سرباز باشه میترسم، انقدر وحشتناک بود داشتم، یعنی مرگ رو به جلوی چشام دیدم. قشنگ حالت هوا گرفتم. ماشین دوست دارم ولی ماشین دوست داری؟ الان باید هزینه ماشین رو بریم ببینیم، به بچه ها بگم که چقدر ماشین بازی اینجا. نه اصلا قیمتشون بیشتر شد 4 پوند. یه صدا زیاده فکر کنم بشنون. دقیقاً اینا قیمتش 4 پوند نیست. من یادشم این نیست من قیمتش. این بازی 4 پوند. خب اینا میشه چقدر؟ آره 4 پوند میشه 4.70 میشه نفری 300,000 تومان فقط مثلا واسه ماشین دیگه. نزدیک 3 دقیقه ماشین سواری کنی، نفری 300,000 تومان دیگه. این تیراندازی رو داره خواهشم.
گیر بگیریم میشه 10 پوند که میشه چقدر؟ 10 پوند تقریبا 800,000 تومان اینا. بعد ما شاید ما 12 تا بگیریم 6 تا من 6 تا یا نمیخواد کامل همه رو بزنیم. نه 12 تا 6 تا توش الان میگیریم ببینیم بچه‌ها. من ضعیف میگیرم. خب بچه‌ها همکنون وحید ملکی رو میبینید که مسخره نکنه. مسابقات المپیک تیراندازی شرکت کرده. So you've got 2 vouchers, right? So you can get 2 of those. If I get 5 times. نه وید اینو اول فشار میدی. 2 vouchers. How much are them big things? 12 to 18 vouchers. What big thing do you wear? That's no good point. 12 vouchers. این مرد گیلک رو میبینید که جنگل های گیلان همیشه در حال شکار بود. خودم گیلانی هم میگم 3 down, 1 voucher. من تو جنگل ها داشت شکار میکرد دیدمش خوشم اومد. بچه ها اگه خب هر ستایی که بندازی یه برندگی حساب میشه. ما الان 12 تا تیر داریم. اگه مثلا حساب کنیم همش رو انجام بدیم 4 تا ببریم یعنی 4 تا چی میگن کوپن داریم که باهاش عروسک که مثلا درست حسابی وحید برای من برداره. بود از شب؟ از کی تا حالا؟ آره تر زدن تو که همیشه با این ور میزدی فردشم. آره آخه این چشمو نمیتونم ببندم اینو نمیتونم یکم موزداته دیگه الان. خب بذار یکی امتحان کنم. چه اینجا اون نبوده لباس داده بالا. نمیدونم چیزه بسته نمیشه. این میزنه یا آفرین برد. دیدی موقع من بچه بودم از 7-8 سالگی بابام بهم تیراندازی داد. نه بابا بله بابام ویدیو رو ببینه شرمنده میشه. این سری اصلا ندونستیم بزنیم. یه بزنم من دیگه حال ندارم. ما اصلا همیشه میزدیم میرفت نه همه این چیز بگم این واقعا تنظیمونش درست نیست خدایی. خب بچه ها ما این سوار شدیم این فقط میچرخه ولی با سرعت خیلی بالا میچرخه. بعد تا زمانی که ارتفاع نگیره من خیلی اوکیم فقط میچرخم. از بچگی هم دوست داشتم چرخ و فلک. خب بچه الان شروع کردیم به حرکت ولی چون خیلی اوج میده من مطمئنن حالا بعد که قطعش میکنم فقط الان ببینید که چقدر آدمون خوبه سرانی. بای سرانی خودش. بچه ما کارمون تو شهر بازی تموم شد.
الان دیگه داریم برمیگردیم بریم خونه. مرسی که تا اینجا با همون بودین. امیدوارم که لذت برده باشین. امشب هم ما کامله یادتون نره برای جذب فرکانس خوب واسه همون خورشید اینقدر گنده و خوشگلتون. خب بچه دیگه واقعا خداحافظ. سابسکرایب یادتون نره اگه لذت بردین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه ویدیویی هم دوست دارین براتون درست کنیم از لندن حتما برامون کامنت بذارین. مرسی. بای خداحافظی کن. خدا نگهدار همتون. بای. بای.